میخواهم از تو دور شم اما نمیشه، مثل تو مغرور شم اما نمیشه. میخواهم از تو دور شم اما نمیشه، مثل تو مغرور شم اما نمیشه. هزار و هزاران بار دلم شکستی، میخواهم که رنجور شم اما نمیشه. هزار و هزاران بار دلم شکستی، میخواهم که رنجور شم اما نمیشه. دوست دارم توی بال و پرم، دنیای منی ای تاج سرم. دوست دارم توی بال و پرم، دنیای منی ای تاج سرم. السلام علیکم بینندگان رادیوی وطن. مرد حقیقی باید روزقال باشد، روزگفتار باشد، با وعده‌اش وفا کند. فکر میکنم مرد حقیقی همین است. راستی شرط است. اساس سراینده باید حداقل یک جیرو نواخته بتواند یک اسباب رو. راستی من نواخته نمیتونم یک اون اسباب، فقط آوازخوانی میکنم. خیلی اسبابای ضربی همین دایره را کم مینوازیم. کامورم مال چینه. یکی همین گیتار را ذوق دارم نوانه یاد گرفتیم. اوه چه غنیمت است، از همه چی قیمت است، دوستان به قدرش برسید. او چه داری یک دولت است. بله هستن نفرانی. اولا از کلانو ما هم خیلی عبرت گرفتگی. مقصد چی؟ خاکساری خودش یک چی همین خاکسار بودن بهترین چی انسانی های. نه که هست همین سراینده که نمبر نمیکنم، هست سراینده که هم با یک سرود با دو سرود مقصد شدگی که خشانه دکیم که جو حس میکنن. بعد شیشتگی کتی شیشتگی هم یک جدا چوی خوردگیم گپ زدیم، مثلا همکاری کردیم. مومنتی که زنگ میزنیم میگه که هم خیلی ما فلانیم نامناسب تا هم گپ میزنیم، میگه که نشناختم تا میگه خشا اکرامی چی بعد میگیرن. نه که این کار خوبم نیست، با خیلی کار هیچ که هم آبرو هم گرفتگی نیست. این با جوش میگه که با همون مثال همون چی ختمیایی، بعد همون دوستا رو بعد دیگه نمیایی. هستن هم خودم ما حالات ناگواری که بسیار رای راستی و خیلی یک مرکه رفتگیم. یک 2 سال پیش بود یک مرکه رفتیم. همین خیلی با اسبابای همین نوازندگی همه رفتیم. توی دور گفت که اکا برید شما گفت در همون حولی صنف کنم میگه ما با سری عروس رفتگیم. گفت میویم سرش میکنیم. گفتیم مالی ما رفتیم و صنفکه کردیم، همه را جا کردیم. همین یک گفته همه تیار همونجا هیچ کرم رو هیچ نگفت. بیا کردن همه. که یک سراینده دیگه اومد گفت که تو در اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که ما اونجا توی امیرک زماندنی اومدیم. گفت که ایجاد مایم گفت ایجاد ما را گفت همجا خبر کردن زکاس کردن. بعد ما حیران شدیم. ما گفتیم که کویا زنگ بزنیم پرسیدیم که ها حقیقتا ما خطا کرده بودیم. یک دو کوچه بالاتر دیگه معرکت ما همین خطاگی ما بود که ای توی خونه اومدیم. ما هم توی خونه اومدیم گفتن که نمیاد توی خونه دور اومدیم صنف کردیم. توی دورا مقصد همش کلونش رفتگی با سری عروسه. ما هم نفهمیده همه را صنف کردیم. هم خیلی حالتو نگوری میشه که بعد با جمع کده رفتیم او توی خونه.
نه دیر نکردیم که وقت بود جمع کردیم و رفتیم در خونه صنف کشیم. سرود اول کمتر همی شناخته شدیم. سرودی پودینه لبی آب گفتم خیلی سرود بود. یا 4 میستش میخونم. پودینه لبی آب چیندو منی، دخترکی کلابی را دیدو منی با ناکس یار شده است، از یارکی به وفا رنجیدو منی. دیدم منی با ناکس یار شده است، از یارکی به وفا رنجیدو منی. همین سرود بود که من مقصد خوندیم. همین سروده کمتر با توی معرکه بسیار زیادتر می رفتیم. بعدا یک سرود دیگه من بود خیلی پیشکش کردیم. همون سرودی که از سری کار اومدم ای زن چرا داد میزنی، از سری کار اومدم ای زنک چرا داد میزنی، هرچی میگویم برایته ای بر مادرت زنگ میزنی، هرچی میگویم برایته ای بر پدرت زنگ میزنی. ای رفتی از پیشم عزیزم خانی مادرت راحتت، رفتی از پیشم عزیزم خانی پدرت راحتت. میروم یک زن میگیرم میشنوم ناراحتی، میروم زنی دیگر میگیرم ای توبه توبه میشنوم ناراحتی. همین سرودا بود که ما مقصد بسیارتر شناختم، بسیارتر با معرکه توی معرکه خرسندی میریم. سرندای پسندیده من راستی همین سرودای شادروان سهراب فرزاد رو بسیار گوش میکردم. بگیم با سرودای هوایی بود که ما ذوق دوباره زیاد شد، با هم خیلی سرودخونی چی کردیم. با استیلی بگیم استیلی همون کتی میخوام که خیلی همونشون استاد همون را قبول کردگیم با خودمون. از سرودای بسیار احمد ظاهر همون پسند است. فکر میکنم با همه مردمی تاجیک که هر یک نفر سرودای اون کس رو گوش کردگیان. یک 4 مصرع از احمد ظاهر پیشکشی هوادارانش میکنیم. خنده به لبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاههای تو را، ای جان کی دارد کسی ندارد. خنده به لبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاههای تو را، ای جان کی دارد کسی ندارد. ای جان کی دارد کسی ندارد. بغیر من یارد کی جز من وفا دارد کیست، بغیر من یارد کیست جز من وفا دارد کیست. دل بر دل دارد کیست، ای دل بر من ای دل بر من. دل بر دل دارد کی ای دل بر من، ماه پیکر من. خنده به لبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاههای تو را، ای جان کی دارد کسی ندارد. ای جان کی دارد کسی ندارد. در آخر گفتنیم به همه بینندگان رادیوی وطن، به همه مردم تاجیک و بیرون از تاجیکستان در کجای باشد، خصوصا مردم غریب بسیار هستند. برادران ما در کسب کارتان برکت، کشایشی کار، ساخت سلامت و پیش پدر و مادر، زن و فرزند با سری بلند بر بگردید. سرودای ما بهر شما، لایک را فراموش نکنید.
گفتی همون گپای بچه حضوره که لایک ها را به شتا بزنی.